سلام. با اولین قسمت از سری جام جهانی 2002 مرور خاطرات این جام جهانی و اتفاقاتی که افتاده در خدمتتون هستم. قبل هر چیز بریم به سال 2002 و ببینیم دنیا در چه حالیه تو این سال. سال 2002 اتفاقات مهم فوتبالی داشت که منجر به شروع یک جام جهانی خیلی حساس شد. اول از همه بریم به اروپا. قهرمان لیگ قهرمانان اروپا یا چمپیونز لیگ اون سال تیمی نیست جز رئال مادرید افسانه‌ای. رئال مادرید با زینالدین زیدان، روبرتو کارلوس، راول و ایکر کاسیاس جوان یکی از تیمای پرستاره اون سال بود. اونا تو فینال تونستن بایرن لورکوزن رو 2-1 شکست بدن و چند تا نکته مهم راجبه این مسابقه: گل والی و دیدنی زینالدین زیدان که احتمالاً همتون تصاویر و ویدیوی اون گل رو دیدین بود. نکته دیگه اینه که این نهمین قهرمانی رئال مادرید در چمپیونز لیگ بود، پر افتخارترین تیم لیگ قهرمانان. اما این آخرین قهرمانیشون بود و برای قهرمانی بعدی باید تا لادسیما در سال 2014 گل سرجیو راموس و پیروزی در مقابل اتلتیکو مادرید صبر می‌کردن. بریم به لیگ انگلیس، پریمیر لیگ. در لیگ انگلیس سال 2002 آرسنال قهرمان لیگ جزیره شد و اون سال آرسنال یکی از بهترین تیمای تاریخ خودشو داشت. تیری آنری، دنیس برکم، پاتریک ویرا و رابرت پیرس از جمله از بازیکنانی بودن که به آرسنال کمک کردند. آرسنال تو اون سال علاوه بر قهرمانی در لیگ جزیره قهرمان جام حذفی انگلیس هم شد و تیری آنری، ستاره اون روزهای آرسنال، آقای گل لیگ جزیره شد با 24 گل. بریم میخورده اون طرفتر به لیگ اسپانیا، جایی که خبری از بارسا رئال قوی این روزها توی لیگ اسپانیا نبود و قهرمان اون روزها تیمی نیست به جز والنسیا با سرمربیگری رافائل بنیتز و یه سری جمله بازیکنهای معروف مثل روبرتو آیالا از آرژانتین اون سال تو والنسیا بازی میکردن، ولی تیم پرستاره‌ای نبود. یک تیم بود، تیمی که با هم خیلی هماهنگ خوب بازی میکردن، ولی مثل رئال و بارسا تیمای پرستاره‌ای نبودش تیم والنسیا. بریم به سری آ از ایتالیا و قهرمان اون سال یوونتوسی که تو اون دیوید ترزگه، الکساندر دل پیرو، پاول ندوید و بوفون جوان از جمله بازیکنان یوونتوس بودن. و نکته جالب در مورد قهرمانی یوونتوس تو اون سال این بود که یوونتوس توی روز پایانی لیگ قهرمان لیگ سری آ شد، در روزی که اینتر میتونست قهرمان سری آ باشه با شکست 4-2 در مقابل لاتزیو، یکی از معروف ترین سقوط های تاریخ سری آ توی لحظه آخر رو تجربه کرد تا یوونتوس با برد لحظه آخریشون در بازی آخر بتونن به عنوان قهرمان سری آ باشن. بریم به بوندسلیگای آلمان، جایی که بورسیا دورتموند، تیم محبوب و معروف آلمان، اون سال قهرمان لیگ آلمان شد. همونطور که میدونین بورسیا دورتموند یکی از اون تیماییه که انگار همیشه بهش کم لطفی میشه تو دنیای فوتبال. خیلی تیم خوبیان، خیلی خوب بازی میکنن، ولی نمیتونن با اون پول و قدرتی که بایر مونیخ داره رقابت کنن. ستاره اون روزهای بورسیا دورتموند مثل توماش روسیسکی، یان کولر، مارسیو آمورسو بازیکنایی بودن که تو این راه به بورسیا دورتموند کمک کردن و این هنوز یکی از به یاد ماندنی ترین تیم‌های دورتموند در طی سالهای اخیر بوده. و در آخر بریم به لیگ فرانسه، جایی که خبری از پاریس سن ژرمن نیست و قهرمان سال 2002 فرانسه تیمی نیست جز لیون. این اولین قهرمانی تیم لیون در فرانسه بود و جالبه بدونین که این آغاز یک دوران خارق‌العاده برای این تیم بود. لیون 7 دوره متوالی بعد از این اولین قهرمانی قهرمان لیگ 1 فرانسه شد. تا سال 2008 اونها پادشاه بیچون و چرای لیگ فرانسه بودند. حالا که یک مروری داشتیم بر لیگ های مهمی که تو اون دوره برگزار می شدن، بریم ببینیم توپ طلا چه خبر بود. برنده توپ طلای سال 2001 مایکل اوون بودش. مایکل اوون بازیکن لیورپول که تو انگلیس هم بازی میکرد، اون سال قهرمان جام یوفا، قهرمان جام حذفی انگلیس، جام اتحادیه و همچنین یک هتریک خیلی معروف در بازی 5-1 انگلیس آلمان تو مراحل مقدماتی جام جهانی داشت. پس توپ طلای سال 2001 توپ طلا یه بازیکنی که داشت قبل جام جهانی متعلق به مایکل اوون از انگلیس بود.
حالا که یک دیدگاه کلی نسبت به شرایط قبل از آغاز جام جهانی داریم، یه خوردم راجع به خود جام جهانی 2002 صحبت کنیم که از اون اول یک حس عجیب و غریب و حس متفاوتی داشت. این اولین جام جهانی بود که خارج از قاره اروپا و قاره آمریکا در حال برگزاری بود و اولین جام جهانی بود که دو کشور به طور همزمان میزبانی اونو بر عهده داشتن: کره جنوبی و ژاپن. کره جنوبی میزبان گروه A تا D این رقابت ها بود و ژاپن میزبان گروه E تا H. چین، اکوادور، سنگال و اسلوونی تیمایی بودن که اولین بار تونستن به جام جهانی دست پیدا کنن و بعضیاشون یک عملکرد خارق‌العاده داشتن که حتما تو ویدیوهای بعدی اونا رو بررسی میکنیم. و همچنین این آخرین دوره جام جهانی بود که قهرمان دوره قبل به صورت اتوماتیک میتونست در جام جهانی شرکت کنه. از اون سال به بعد دیگه قهرمانی جام جهانی به این معنی نبود که شما نیاز ندارین در مسابقات و مراحل مقدماتی برای کوالیفای شدن تو جام جهانی شرکت کنین و طبق این قانون فرانسه قهرمان سال 1998 به صورت اتوماتیک کوالیفای شده بود تا جام جهانی 2002 رو تجربه کنه. بریم سراغ گروه بندی جام جهانی 2002، جایی که تو گروه A فرانسه، سنگال، دانمارک و اوروگوئه هم گروه بودن. اوروگوئه که 2 تا جام جهانی قبلی از دست داده بود و بعد از مدت‌ها تونسته بود دوباره شرکت کنه توی جام جهانی. گروه 2 اسپانیا، پاراگوئه، آفریقای جنوبی و اسلوونی. در سومین گروه برزیل، یکی از تیمایی که قراره کلی خاطره سازی کنه تو جام 2002، به همراه ترکیه، کاستاریکا و چین هم گروه بودن. در گروه دی کره جنوبی شگفتی ساز همراه با آمریکا، پرتغال و لهستان. گروه ای آلمان، ایرلند، کامرون و عربستان. و در گروه اف آرژانتین، انگلیس، سوئد، نیجریه. در این گروه که اون موقع بهش گروه مرگ میگفتن، یه سری رقابت‌های خیلی تنگاتنگ. آرژانتین یکی از تیم‌های پرستاره اون دوران با گابریل باتیستوتا، انگلیس همراه با مایکل اوون برنده توپ طلا، سوئد و نیجریه. سوئد تیم پرستاره و تیم چغر و بدبدن نیجریه که همیشه آرژانتین رو تو جام‌های جهانی به دردسر انداخته. گروه جی ایتالیا، مکزیک، کرواسی و اکوادور. و آخرین گروه ژاپن میزبان، بلژیک، روسیه و تونس. ممنون که تا اینجا این ویدیو همراه من بودین. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین. با من همراه باشین با بررسی گروه A جام جهانی، یعنی فرانسه، سنگال، دانمارک، اوروگوئه و یکی از عجیب ترین بازی های افتتاحیه جام جهانی.